رضا شاه در طول زندگی خودش و حتی پس از اون به دلایل گوناگون به القاب مختلفی خوانده شده. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از اون برخواسته بود رضا سوادکوهی نامیده میشد. با ورود به نظامیگری به مناسبت استفاده از مسلسل ماکسیم به رضا ماکسیم و بعدها به رضا خان و سپس با یاد درجه نظامیش به رضا میرپنج شناخته شد. پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا او را سردار سپه می‌خواندند. پس از رسیدن به پادشاهی و گزیدن نام خانوادگی پهلوی به رضا شاه پهلوی خوانده شد. پیش از این نام خانوادگی در ایران رایج نبود. رضا شاه برای نخستین بار استفاده از نام خانوادگی رو اجباری کرد. در سال 1328 با تصویب مجلس شورای ملی به اون لقب رضا شاه